سلام به همه. امروز با هم یه سفر هیجان انگیز داریم به دل زمین تا بفهمیم انرژی یا همون طلای سیاه چه نقشی تو زندگی امروز ما تو ایران داره. یه داستانی که شاید خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که فکر میکنین. پس بزن بریم. بیاید با یه سوال ساده شروع کنیم. فکر کنین همین الان یهو برق خونتون بره. چی میشه؟ خب دیگه نه تلویزیونی هست، نه میتونید زیر نور چراغ تکالیفتون رو انجام بدید و شاید حتی کار و کاسبی خیلی ها متوقف بشه. این فقط یه یادآوری کوچیکی که زندگی ما چقدر به انرژی وابسته است. خب اینی که گفتیم فقط یه مثال کوچیک بود از زندگی روزمره. اما حالا بیایید به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. واقعاً چرا انرژی انقدر مهمه؟ قطع شدن برق یه ناراحتی موقتیه، ولی اگه منابعی مثل نفت و گاز نباشن، دیگه کل چرخدنده‌های زندگی مدرن ما از کار میافته. خب پس این منابع حیاتی واقعاً از کجا میان؟ به این منابع حیاتی میگن طلای سیاه و این اسم واقعاً برازنده‌شونه. چون یه میراث واقعی هن. این فقط یه کلمه قشنگ نیست. اینا واقعاً یه گنجینه‌ان، یه میراث گرانبها که از گذشته‌های خیلی خیلی دور به ما رسیده. برای اینکه بفهمیم این میراث چقدر مهمه، کافیه یه نگاه به این نمودار بندازیم. ببینید این نمودار یه عدد شگفت‌انگیز رو به ما نشون میده. 86%، بله درست شنیدید، 86% انرژی دنیا از یه دسته خاصی از منابع میاد که بهشون میگیم سوخت‌های فسیلی. خب حالا این سوخت‌های فسیلی که میگیم دقیقاً چی هستن؟ همونطور که میبینید منابعی مثل نفت و گاز و زغال سنگن که از بقایای موجودات زنده باستانی درست شدن. برای همینه که بهشون میگیم میراث طبیعی. چرا؟ چون میلیون‌ها، تأکید میکنم، میلیون‌ها سال طول میکشه تا تو دل زمین به وجود بیان. واقعاً انگار یه هدیه از تاریخ سیاره ماست. روند تشکیل شدن نفت و گاز واقعاً فوق‌العاده است. یه لحظه تصور کنین بقایای موجودات زنده قدیمی میرن ته دریا. بعد لایه پشت لایه زیر رسوبات دفن میشن و بعد از گذشت میلیون‌ها سال گرما و فشار وحشتناکی که تو اعماق زمینه این مواد رو تبدیل میکنه به همون طلای سیاهی که ما امروز داریم استخراج میکنیم. یه فرایند خیلی خیلی کم اما فوق‌العاده قدرتمند. خب خیلی هم عالی. حالا که فهمیدیم این گنج چجوری درست میشه، وقتشه که نقشه گنج انرژی ایران رو باز کنیم و ببینیم این منابع با ارزش نفت و گاز دقیقاً کجای کشور خودمون پنهان شدن. بیشتر ذخایر اصلی نفت ایران تو 2 منطقه متمرکز شدن. یکی جنوب غربی کشور یعنی استان خوزستان و خلیج فارس که قطب‌های اصلی ما هستن، یکی هم غرب کشور تو استان‌های ایلام و کرمانشاه. ولی یه نکته جالبم هست. اکتشافات جدیدی حتی نزدیک تهران و قم هم انجام شده. و اما گاز طبیعی، منابع اصلی گاز ما کجاست؟ باز هم جنوب کشور حرف اول رو میزنه تو مناطقی مثل عسلویه و کنگان. ولی در شمال شرق کشور هم تو میدان خانگیران استان خراسان رضاوی ذخایر خیلی مهمی داریم. در کل ایران از نظر منابع گازی واقعاً کشور ثروتمندیه. خب پیدا کردن این گنج فقط نصف ماجراست. رسوندنش به دست من و شما یه داستان کاملاً جدا و خیلی پیچیده است. تو این بخش میخوایم این سفر نفت و گاز رو از اعماق زمین تا رسیدن به خونه هامون قدم به قدم دنبال کنیم. و قبل از اینکه وارد جزئیات این سفر بشیم، یه نکته خیلی کلیدی رو باید بگم. امروز کل این فرایند پیچیده از همون استخراجش بگیر تا پالایش و فراوری همه توسط متخصصای ایرانی انجام میشه. این یه خودکفایی خیلی مهمه که کل این سفر رو ممکن کرده. این سفر که بهش میگیم از چاه تا چرخ 4 مرحله اصلی داره. اول استخراج از دل زمین، دوم انتقال با خطلوله‌های عظیم به پالایشگاه‌ها، مرحله سوم نفت خام اونجا پالایش میشه و تبدیل میشه به محصولاتی که میشناسیم مثل بنزین و گازوئیل و آخر سر این فرآورده‌ها تو کل کشور توزیع میشن. یعنی یه شبکه لوجستیکی عظیم و پیچیده که انرژی رو میرسونه به دست ما. خب تا اینجا دیدیم سوخت چطوری میرسه به دست ما، اما این آخر قصه نیست. یه تبدیل نهایی و خیلی حیاتی دیگه مونده. تو این بخش میخوایم ببینیم چطوری از سوخت به روشنایی میرسیم.
یعنی این سوختهای فسیلی چجوری تبدیل میشن به برقی که هر روز داریم ازش استفاده میکنیم؟ ببینید ما تو ایران عمدتاً 2 تا راه برای تولید برق داریم. یکی برق حرارتیه که توش سوختهای فسیلی رو میسوزونیم، آب رو بخار میکنیم و اون بخار توربین‌ها رو میچرخونه. راه دوم هم برق آبیه که از نیروی فشار آب پشت سدها برای چرخوندن همون توربین‌ها استفاده میکنیم. خب، حالا به نظرتون کدوم یکی از این 2 تا روش سهم بیشتری داره؟ آمار سال 1402 همه چیز رو روشن میکنه. حدود 80%. بله، 80% برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی تامین شده. این یعنی چی؟ یعنی ما برای روشن نگه داشتن خونه هامون و چرخوندن چرخ صنعت به شدت به سوزوندن نفت و گاز وابسته ایم. برای اینکه بزرگی این 80% رو بهتر حس کنیم، باید بدونیم که برای تولید این همه برق میلیون‌ها بشکه نفت و گاز سوزونده شده. تازه هر بشکه نفت هم معادل 159 لیتره. یه حجم مصرفی واقعاً عظیمه که نشون میده چقدر به این منابع وابسته هستیم. خب این وابستگی شدید به منابعی که میدونیم یه روزی تموم میشن، طبیعتاً ما رو میرسونه به یه سوال بزرگ و خیلی مهم. آینده انرژی ما چی میشه؟ این آخرین بخش از بررسی امروزمونه. اصل مطلب تا همین یک جمله است. نفت میراثی طبیعی است که بر اثر استفاده تمام می شود. ببینید، برخلاف یه اثر تاریخی که سر جاش میمونه، این گنجینه با هر بار مصرف کمتر و کمتر میشه تا روزی که دیگه هیچی ازش باقی نمونه. و این ما رو به یه سوال اساسی میرسونه. چرا تموم شدن نفت انقدر نگران کننده است؟ وقتی بخش بزرگی از اقتصاد، صنعت، حمل و نقل و حتی گرمایش خونه‌های ما بهش گره خورده، پیدا کردن یه جواب درست برای این سوال برای آینده هممون کاملاً حیاتیه. و در نهایت همه چیز به این پرسش اخلاقی و عمیق ختم میشه. آیا ما حق داریم به فکر نسل‌های آینده نباشیم؟ آیا میتونیم همه این میراث گرانبها رو خودمون مصرف کنیم و هیچی برای اونها باقی نذاریم؟ این سوالیه که جوابش آینده همه ما رو شکل میده. ممنونم که تو این بررسی با من همراه بودید.